چرا خیلی ها با آموزه های نویل نتیجه نمیگیرن؟ حقیقتی که کسی نمیگه. خیلی ها کتاب ها و تکنیک های نویل گادارد رو میدونن، اما چرا نتیجه نمیگیرن؟ در این ویدیو درباره بزرگترین اشتباه در استفاده از تکنیک ها، فرق دانستن و بودن، دلیل واقعی کار نکردن فرض مداوم و یک تغییر ساده اما حیاتی در ذهن صحبت میکنم. اگر آماده ای ذهنت رو تغییر بدی، تو کامنت بنویس من انتخاب میکنم تغییر کنم. اگر تو هم نویل رو خوندی، تکنیک انجام دادی ولی نتیجه‌ای که میخواستی نگرفتی، این ویدیو دقیقاً برای توه. بیشتر آدما فکر میکنن مشکل از تکنیکه، یا میگن تصور کردم انجام دادم ولی اتفاق نیفتاد. اما حقیقت اینه مشکل از تکنیک نیست، مشکل از حالت درونی ماست. بزرگترین اشتباه اینه که بعد از تصور منتظر نشونه میمونیم. یعنی چی؟ یعنی هنوز باور نکردیم. کسی که باور کرده چک نمیکنه ببینه شده یا نه. فرق دانستن و بودن. دانستن یعنی من میدونم باید فرض کنم. بودن یعنی من همون آدمی هستم که نتیجه رو داره. بیشتر آدما فقط میدونن ولی حاضر نیستن همون آدم قبلی باشن. فرض کن فردا قرار پولی بهت برسه. کسی که باور کرده آرومه، استرس نداره، چک نمیکنه. ولی کسی که باور نکرده هر 5 دقیقه ذهنش میپرسه نشد، پس کی میشه؟ نویل نمیگه زیاد تلاش کن، میگه تبدیل شو به کسی که داره. وقتی حالت درونیت عوض بشه، دنیا مجبور میشه هماهنگ بشه. اگه آماده ای نه فقط بدونی بلکه واقعا تغییر کنی، تو کامنت بنویس من انتخاب میکنم تغییر کنم. چرا ذهنت مقاومت میکنه؟ یک نکته خیلی مهم هست که کمتر دربارش صحبت میشه و اون اینه که ذهن ما از تغییر میترسه، حتی اگر این تغییر به نفع ما باشه. چرا؟ چون ذهن به حالت آشنای قبلی عادت کرده، حتی اگر اون حالت فقر، ترس یا انتظار باشه. مکس کوتاه، خدا آرام. دلیل واقعی خسته شدن از تکنیک ها چیه؟ خیلی ها بعد از مدتی میگن من خسته شدم، جواب نداد. اما حقیقت اینه اونا از انجام دادن خسته نشدن، از 2 نفر بودن خسته شدن. 1 نفر که تصور میکنه و 1 نفر که توی زندگی روزمره هنوز همونه. جمله کلیدی نویل گادارد یه جمله خیلی مهم داره، میگه تو چیزی رو به دست نمیاری، تو تبدیل میشی به اون چیزی که میخوای. یعنی چی؟ یعنی تا وقتی درونت همون آدم قبلیه، دنیا دلیلی نداره عوض بشه. مثال کاملا روزمره. فرض کن قرار بری یه مهمونی و مطمئنی دعوت شدی. تو از صبح پیام نمیدی بپرسی واقعا دعوت شدم؟ نشد که. چون مطمئنی، حالا اگه به نتیجت همین اطمینان رو بدی، ذهن آروم میشه و همونجاست که اتفاق میفته. پس مشکل این نیست که تو بلد نیستی تصور کنی. مشکل اینه که بعد از تصور برمیگردی به حالت قدیمی. تغییر واقعی یعنی حتی وقتی چیزی نمیبینی درون تغییر نکرده، نگرده عقب. و این همون چیزیه که آموزه های نویل گادارد به ما یاد میده. تو قرار نیست دنیا رو قانع کنی، فقط کافیه خودت رو قانع کنی. دوستان و همراهان عزیزم، لایک و سابسکرایب شما و حمایت شما برای ما حیاتیه
ممنون که هستید. متشکرم.